با چی زد؟ با دنده زد، دنده برق. کجاست؟ چه میتونیم دست رو ببینیم؟ بله. هیچ سوالی از ما نمیشه در این رابطه. من بنده خودم 2 بار شخصا و 2 تا بندر ایتالیایی رفتیم اما هیچ سوالی از ما نشده. فقط یک بار ما رو برده دادگاه، گفته که آقا قاضی تا نگاه کرده گفته دیپورت. این مسئله چرا این خدای آرزو دارم یک بار دیگه نجات پیدا کنیم. ما اسیران اروپا همه خور و همه ایران آمدیم دور ز منزل عقب لقمه نان. گفته بودم اروپا جنت روی زمین است، مردمانش عادل عاقل بشر دوست همین است. لیکن غافل ز هوایش، غافل از نرخ و نوایش، مردمانش بی محبت غافل از جور و جفایش. پسران و دختران رو همه بینیم غرق مستی، همه غافل ز خداوند همه در باد پرستی. پدر مادر پیری همه بینیم چو فقیری، تشنه مهر محبت گشنه لطف شفقت. لیکن اولاد در اینجا غافل از آخر دنیا، نه پدر و نه مادر، نه پسر نه برادر، کردن دنیا رو فراموش همه کس دور از آغوش. من بگویم چی بگویم که غمم شود فراموش، هر کی آمد ز وطن دور گشت افتاده و رنجور. پدر پیر بیچاره از زیر آفتاب سوزان، دیس کمر گرفت شد دست پایش لرزان، کرده پای سگکی جمع برای آینده اولاد. پدر و مادر پیر کردن اولاد روان، که شود یک درس خون یا که شود قهرمان. ولی اولاد بی خیال فقط در فکر عشق حال، روزا در خواب خرگوش شبایش مست و بی حال. نه تلفون و نه خبر در فکر مود استایل، برباد کردن پیسر، نه نام یادی از خدا، نه نماز و نه دعا. غرق در دنیای فانی خوبی ها بود زمانی، تا کی جوان میمانی در قید زندگانی، آخرش پشیمانی. تو را میتو ماگایی اگر تو باور داری، خدا را بنده باشی نه عبد ناکس باشی. و دنیا و زر زورش و به نفس دستورش، هوای نفس سر بیرون کن برخه که فارغ ز فسق و فساد شیطان باشی. با دنیا و مافیا با زرق برق فانی ها، مبند دل که سرمشقی با دیگران باشی. وقت زندگیست نه کدام مزای خام، تا میتونی استفاده کو با خود و دیگران. گپای من است نصیحت همه گیش است یک حقیقت، در دل نیست که طاقت دیدن چیزایی که میکنه آدم ناراحت. نظیر مهاجر مردم همه در اینجا انجینیر و دکترن، همه فقط نامش وگرنه همه کارگرن. گپای مفت زیاد است همه باد هوا است، از دست دادن تفلک ها غرق شدن در دریاها. مردم همه کشته میشن در راه های اروپا، به خاطر نامش کردن خانه ها رها. اما هیچ ثمر نداد کشیدن سختی ها.